میدونستید فلسفه 13 به در آیین اهورایی ایران زمین چیست؟ در فرهنگ ایرانی در جشن 13 به در هیچ سخنی از نحسی نیست. ایرانیان باستان نه تنها 13 را نحس نمیدانستند بلکه آن را نیز گرامی می‌داشتند. آنها 13مین روز هر ماه را به نام تیرروز یا تیشتر نام ایزد باران مینامیدند. مردم ایران در روز 13 فروردین با شادمانی در طبیعت به نیایش و شکرگزاری پروردگار پرداخته و با یاد فرشته باران از خداوند درخواست باران می‌کردند تا سالی پر از فراوانی و شادی داشته باشند. علت بدیوم دانستن کلمه 13 ریشه در فرهنگ اعراب دارد و پس از ورود اسلام به ایران وارد فرهنگ ایرانی شده است. در دوران ساسانیان هم این جشن باستانی از 13 فروردین شروع و تا 18 فروردین ادامه داشت و تمامی مردم جشن و پایکوبی می‌گرفتند و طبیعت را ستایش می‌کردند. این روز باستانی روز رهایی از چنگال اهریمن و روز پیوستن به اهوراست. مراقب باشیم این روز ویرانی و تباهی طبیعت نشود. بنویسید جاودان آیین نیاکانم و اگه یه ایرانی واقعی هستی این پست رو لایک بزن و برای ایرانیان اصیل بفرست. اگه میخوای بیشتر از آیین اهورایی ایران زمین بدونی تاربرگ ایران باستان رو فالو کن.